خب بریم سر اصل مطلب. تا زمانی که شما فقط بترسی و ذهنت هنگ کنه و ندونی چیکار بکنی، اون یعنی شما داری احساسی عمل میکنی. اما زمانی که بترسی ولی این ترس باعث شه که شما ذهنت فعال بشه و چیکار باید بکنم که اتفاقی نیفته، این یعنی شما چی داری منطقی فکر میکنی. خب اینم نیاز به تمرین داره که بعداً بهتون میگم تمریناتش چجوری هست. اما دوستان یه پیشنهاد ویژه براتون دارم و اون اینه که اگر فالوورای ما به 1000 تا برسه، حضورتون عرض کنم که ما رانندگی روزمره‌مون رو براتون به نمایش میذاریم. چطوری؟ مثلا من مسیری که میرم سر کار ویدیو میگیرم، یا مسیری که میرم خونه و اتفاقاتی که تو طول روز میفته رو براتون به نمایش میذارم و راهکارم بهتون میدم. پس اگر مفید بود نظراتتونم به ما بگید.